بابا جان من شنیدم که کسی از حرام کرده های خدا استفاده برد تا 40 روز نماز روزش قبول نیست. آیا این درست است؟ ولی حدیث پیامبرمون است. اصلا برادرای عزیز، همین مسلمان و غیر مسلمان فرقش با حلال و با حرام است. حتی در سوره لقمان هم الله مهربان میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای کسانی که ایمانی با خدا دارید، الله ربین اول چی را میماند در پیش؟ میگه اول لقمت حلال کن، دوم بعد مرا عبادت کن. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تمام عملات بعد لقمت است. یعنی اول لقمه ها را حلال کنین، بعدا مقصد مرا عبادت کنین. از این لحاظ اگر هر کسی که مثال هم حرام میخورد و هم حرام میپوشد و با بزم این عبادت میکند، این در عبادتش زیان و ضرر دارد. ولی ببین در قرآن الله مهربان میگه که یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطهر. پیش از اونی که تو در نماز باید راد شوی، میگه اول لباسات نمازی کن. یعنی لباسای تو باید که یگان بگیم اثری بینمازی در اونها نباشد. ببین جات باید پاک باشد، جای نمازخانیت پاک باشد، لباست باید پاک باشد، بعد عبادت بکنی. وقتی جای پاک، لباس پاک باشد، آیا درون انسان از لباس از جا مهمتر نیست؟ برای همین اگر در شکم ما، در حلق ما از حرام اگر باقی باشد چیزی، ما با این عبادت کردن نمیتونیم. وقتی ظاهری ما پاک باید باشد، باطن من اولاتر و برتر از ظاهر من هست. برای چی حضرت ابوبکر صدیق وقتی خادمش، خدمتگارش در زمانهای پیشتر که فالبین بود، ای پشتی فالبینی نان میخورد، وقتی مسلمان شد و این کسب ترک کرد، هر روز با همراه ابوبکر صدیق مهنتی که در بازار میکرد یا جای میخوردن. دویم لیکن ابوبکر میپرسید امروز چیکار کرده که این یک تای نان آوردی؟ دویم جوابش میگفت مقصد هیزم کشیدم، مقصد کار یک خانه یک مسلمان بود کردم. یک بگو میگه ابوبکر صدیق همین گرسنگی غلبه کرده نپرسید، یا ممکن عادت شمین بود که خیلی که غلام مسلمان دیگری از راه حرام یگان چی نمیاره. میگه وقتی همیتی که اگ نان خورد، غلامش میگه گفت چرا امروز نپرسیدی؟ گفت چی نپرسم؟ گفت این نانی که امروز من آوردم پول این، گفت از همون دوره های من فال بین بودم، یک کس فال دیده بودم پول نداشت بتم. حاضر در بازار ملاقات کردیم، همون قرض همون دوره پیش گفت نو داد، این از همون پول فال بینی من. ابوبکر صدیق میگه همه انگوش در حلقش انداخت و خواست که بگرداند، نگشت. مردم گفتن خیلی که خورده اینو فهمیده بود، تو قصدا نکردی که خدا میبخشد. نه گفت. میگه آب نوشید و با آب میگه انگوش انداخت و پس گرداندش. و چی گفت؟ گفت من از پیغمبر خدا شنیدم کل جسد نبت من الحرام او من السحت فالنار اولی به. گفت من از پیغمبر شنیدم هر جسدی که از حرام یا از پارخری، یعنی رشوه میخوره یا حرام میخوره، کدام جسدی که از حساب همین آب تاب میگیره، این جسد گفت ارزنده آتش دوزخ دارد. من نمیخوام که به خاطر یک تیکنان که جسدی من از این آب تاب بگیرد من داخل جهنم شوم. برادر عزیز، بسیار مسئله لقمه بسیار مهمه. ولی پیامبر من گفت از زمانی میشود که در بین امت من سه چیز دیگه باقی نمیماند. یکی رفیقی که حقیقتا رفیق باشد، یعنی به حالت دوستش نگاه نکند که وای وظیفه دارد بی وظیفه، پول دارد بی پول، بچه کیه بچه کی نیست، یعنی رفیقی جانی باشد. این خیلی رفیقا گفت نمیماند. دوم سنت های من هم از بین امت میرود. سه لقمه حلال باقی نمیماند. وقتی گفت این سه چیز در بین امت هم نماند، زندگی کردن در همون عصر در همون زمان گفت بسیار محال است، بسیار مشکل است.
برای این برادر عزیز و گرامی، در حالتی که شما نماز میخوانین از خدا میترسین، در مسئله لقمه هاتون بسیار احتیاط کنین، زیرا قبول همه عبادت با لقمه وابستگی دارد. من در این باب میتونم 1 ساعت با شما صحبت داشته باشم. حتی یک حدیث میگه رجل یطیل سفر اشعث اغبر، یک مرد میگه اراده خانه کعبه کرد، اگه در راه میگه پیاده رفت، بسیار مانده شد، بسیار خسته شد. بعد پیامبرمون میگه ملبوسه حرام مشربه حرام و غذی بالحرام. این آدم میگه لباساش میگه ای راه درآمد حرام بود، نوشابه هاش هم از حرام بود، ببینید، و حتی خوراک بالای دسترخوانش هم همه ای راه حرام بود. بعد میگه وقتی که نزد خانه کعبه در رسید، یمد یدی و قال یا ربی، میگه پیش خانه کعبه دا آمد و بعد دستاش برداشت و الله الله الله، دعا قبول کن خدایا، این قدم های زدگی ما قبول کن خدایا، حج کردگی ما قبول کن. بعد پیامبر چی گفت؟ بعد گفت که فان یستجاب لکم. ببین، آیا گفت همین آدمی که لباسش حرام، خوراکش حرام، نوشابش حرام، همیشه مقصد دنبال حرام، آیا این انسان گفت خدا دعاش اجابت میکنه، بندگیش اجابت میکنه؟ یعنی نه، گفت قبول نمیشه. خدای مهربان توفیق منتیت برادرای عزیز. اکود راه دین طی کردن بسیار مشکله، انا خیلی احتیاطای بسیار لازم در کاره. لیکن انشاءالله شما مهنت کنین، غیرت کنین، خدا خواهد به همین مقام شم، به همین مرتبه شم میرسین. خب دیگر سوال دادن، گفتن داماد و عروس در روز تویشان نماز نخوانند گناهگار میشوند؟ نه، اکو نماز اگر 5 وقته باشد بله، من گفتم که نماز عذر نداره، خواه برای داماد باشه خواه برای عروس باشه، زمانی همون نماز که آمد باید نماز خانه. هیچ کاری دنیا برادر عزیز مانع نماز باید نشود. یعنی عذر نیست که من این دخترک مال عروسه یا بچه‌کم شه یا را خدا میبخشه، این خیلی گپ نیست. لیکن اگر همون نمازی را شما گویین که مثال پیش از هم خواب شدن برای یک شکرانه که خدا به این روزا رسونده است، اکو یک امری مستحبه، یک نفله خوانن و هر دکشون دستشون بردارن که خدا ما را جمع کرد و ما را به این روز رسوند، خدای الحال که ما با این باید دیگر که جمع میشیم، ای بین ما فرزندی خوب به دنیا بیام، این بهترین میشد. لیکن اگر یکی مبادایی را ترک کردن، اینش گناهگار نمیشن. لیکن نمازهای 5 وقته را عذر نیست، باید که حتما خوانند.